منگل هنرمند مشهور کشور در حالت مرگ و سخنان نغمه با چشمان پر از اشک برای همسر سابقش. دلیل مریضی منگل چی بوده است؟ آیا به واقعیت نغمه به سرطان مبتلا شده است؟ نغمه در چه حالت زندگی می کند؟ وی در کجا است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. نغمه هنرمند مشهور، نام‌آوازه، محبوب، سابقه دار و یکی از هنرمندان پشتوخوان کشور می باشد، ولی علاقه فراوانی به سرودن آهنگ‌های دری هم دارد. نغمه از ولایت زیبای کندهار بیشتر از 50 سال می شود برای هنر موسیقی افغانستان خدمت‌های بی‌بدیل خود را انجام داده است. هنر موسیقی نغمه ماندگار و جاودان در هنر موسیقی افغانستان خواهد ماند. آهنگ‌های نغمه تاکنون جاودان است. نغمه در سن 17 سالگی با منگل ازدواج کرد. این دو در آن زمان همکارهای خوبی بودند. وی بعد از ازدواج با منگل هم به کارهای هنریش ادامه میداد و آهنگ‌های نغمه و منگل همیشه از سر زبانان مردم کشور بوده است. چند روز قبل تصاویر در صفحات مجازی دست به دست شد که نغمه در حالت بدی به دلیل مبتلا شدن به سرطان در شفاخانه در امریکا بستری بوده است. اما اکنون صحت نغمه بهتر شده است. شوهر سابقش منگل هم در شفاخانه بستری است و دلیل بستری شدن منگل فشار بلند خون بوده است و نغمه برای منگل از بارگاه عزت منان شفای کامل خواهان شده است. من هم آرزوی صحتیابی برای این هنرمندان موفق و نام‌آوازه کشور خود دارم. دوستان نهایت عزیزم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقمندان نغمه و منگل به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضویت کانال دنیا اینفو را ندارید، پس برای عضو شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. آرزوی صحت و سلامتی برای هر یک از شما نازنینان از بارگاه عزت لایزال خواهانم. ایام به کامتان باد. شما را به لای منان مسپارم. موفق باشید.